Travel Show qadam ba qadam. درود با کل شما عزیزان دل و دیده و دوستداران سیر و سیاحت از بام جهان. یعنی این لحظه حضور داریم در دل ولایت بدخشان شهر خوروغ. ولایت بدخشان ولایت طبیعی سیاحی جمهوری تاجیکستان محسوب یافته یکی از ولایت‌هایی است که دل هزاران سیاح را شیفته خود گردانیده است. همینک در شهر خوروغ قرار داریم. از نزد تلویزیون‌های خود دور نشوید، زیرا از بهترین موضوعی که عین حال ما تصمیم داریم که آنها را به شما نشان دهیم بی‌نصیب نمانید. حتما متوجه باشید. می رویم به دیگر موضوعهای شهر خوروغ رو به شما معرفی نماییم. خوروغ شهر است که در جنوب و غرب پامیر مرکز ماموری ولایت بدخشان در دو ساحل رود غوند و ریزشگاه آن در رود پنج در بلندی 2200 متر از سطح دریا واقع گشته است. خوروغ در برابر دیگر شهرهای جمهوری همچون شهر افسانوی و سیاحی بلندگاه با موضعهای تاریخی و فرهنگی، چشمه و رودهای ناتکرار کوهی، صنعت بلند معماری و هنرهای مردمی و طبیعت ناتکرار و دلفریب توجه هزاران سیاح داخل و خارجی را جلب کرده است. دوستان عزیز، مردم شهر خوروغ آنقدر مهمان دوستدار هستند که هنگامی که در محله‌های خوروغ قدم می‌زدیم، یعنی که کدبانوها بیبی ناز و امینه بانو ما رو به خوراک ملیشان دعوت کردند. این خوراک ملی آنها نام دارد آش بریده بدخشانی. همینطور این آش بریده بدخشانی به فکر تاریخ خیلی قدیم دارد. تاریخ قدیم دارد. این طعام ملی بدخشانی ما استفاده کرده می شود. این طعام رو از آش باقلا و ها قرود تیار می کنند. این طعام ملی بدخشانی ما از بابوها و بیبیهای ما به ما میراث مانده است. این رو اساساً بیبیهای ما آدمان کلانسای نامحق به ما تیار می کنند. این آش برای فشار بلند خون، برای کسری های قند بسیار فایده است و این آش در روزهای استراحت، در روزهای عید در شهر خوروغ ما این طعام تیار کرده می شود. در دیگر منطقه‌های تاجیکستان است آش بریده میپزند، ولی خصوصیت آش بریده بدخشانی از دیگر چه در کدام است؟ ارد باقلا. از ارد باقلا آماده میشه بهتر. ولی در بعضی منطقه‌ها چیز نیست. برای بسیار کسلو فایده برای سخنگری، برای شیشی کاری. این زود تیار هم هستن به فکرم. زود تیار هستن از اینکه برای بسیار کسلوی فایده دارد. چند قبل آماده میشه ودید؟ چقدر وقت میگیره دوست؟ های این بسیار 10 دقیقه آماده میشه. خوراک ملی ما. بله این خوراک ملی مردمی بدخشان و که از بویش معلوم است که نهایت طعم گوارو دارد. کبوتی رو الهو میکنیم.
تمام. اگر فصل زمستان باشد کبودی نباشد چی؟ اون وقت چی لو کردن ممکن است؟ ریحان و کبودی ریحان خشک کردگی ها؟ خشک کردگی من بهترین. طبیعی اب برای خشکتر شدنش این برای خشکتر شدنش خروت میدوزیم. این خروتی محلی ها؟ خروت محلی. طبق چوبی. بله. هم طبق چوبی قاشق چوبی باز خروب لذیذتر می‌زد. خوب می‌چشیم. نهایت طعمی گوارا دارد. مزه‌اش با حرف نی. اینقدر با مزه دستخوراک ملی شما. یعنی که هم شیرین است هم بامزه است هم خصوصیت توابتی داره. همینطوره؟ حتما وقتی به بدخشان اومدید تا انمی خیلی خوراک ملی مردم بدخشان رو نخورید هیچ وقت بر نگردید. تشکر زیاد برای نان و نمک و قبول ما در میخوانندان و برای خوراک ملی سربلند باشید. خوش آمدید. با شرافت صاحب استقلالی مملکت طی 10 سال اخیر در ساحه‌های معارف، فرهنگ، راه و نقلیات، هنر و معماری، صنعت کوهی و متالورژی، شهرسازی و سیاحی و اقتصادی شهر خاروخ پیشروی نظررسی به وجود آمده به حسن شهر مذکور زیبایی دوباره زم نموده است. خنده طفلان و فضای دلکش و آرام و شادی و بزم و طرب ساکنان شرفمند و سربلند شهر خاروخ در کوچه گلگشت باغ‌های فرهنگ و فراغتی شهر گواه این گفته هاست. وقتی که به خاروخ میبیاید حتما از باغ خاروخ دیدن نمایید و اینه در داخل باغ چورباغ یعنی فعالیت میکنند اسوسیاسیون سیاحی اکولوژی فرهنگی پامیر که برای سیاحانی که بار اول اینجا میبینند معلومات میدهند و دیگر راهخط و دیگر خدمت‌ها رو برای اونها خدمت رسانی میکنند. بعد از معلومات گرفتن حتما رو برای این جایی که ما بودیم در اینجا مغازه ارمغان‌هایی است که هر یک سیاح میتواند خریده با خود ببرد. خب ببینیم که چی نمود ارمغان‌ها در اینجا است. همه یعنی که استحصال دستی محلی. خب البته می‌جویم که روزی که از سنگ‌ها آماده شده باشد. چقدر زیبا. سلام علیکم. اینم از سنگ‌های بدخشان است. خب بینندگان گرامی طول سال‌های زیاد است که همین بدخشان ماست در تاریخ در نه اینکه در تاجیکستان در مقیاس جهان با سنگ‌های لاجورد و دیگر سنگ‌هاش معمول است. این ارمغان‌ها این چقدر ارزش داشته باشد؟ ارزش 140 سوم. باز دیگر نمود ارمغان‌هایی است که از دیگر نمود سنگ‌ها. من این چی؟ این دستکی کار کردن اینا برای زنها اینا استحصال همین محلی هم؟ محلی همشون دستی و فکر زحمت زیاد طلب میکنه در آمدنی کردن اون چیزی خوب بریم این مخصوص به فکر من داخلش کتون بردیم این چقدر میسته؟ این ارزش 40 سومون 40 سومون در ارزان این قدر سنگ زیبا زحمت زیاد کشیدگی در بمانه برای قدر ارزان 40 سومون میگیریم اون قدر مشکلی
چونکه بوری اول با بدخشان آمده خوش آمدید میگویم سلامت باشید. و از نام بدخشان از نام مردم بدخشان برای شما تحفه میکنیم. این یعنی برای من توفه. برای شما تحفه. سربلند باشید، تشکر زیاد. حتما این رو وقتی من بعد خواهرچه‌ام میبرم نهایت خرسند میشود. توفه. حتما توفه رو با دل و جان قبول میکنید. سلامت باشید. تشکر زیاد.